حضرت رسول الله گفتن که تقوا میگیم آدمای متقیان تقواوردن صفت متقیگی دارن همیا امتثال اوامر میکنن امر خداوند را به جا میارن نصیب خدا امر کرده است او را به جا میارن و اجتناب از نواهی پرهیز کردن از منهیات چیزی را خدا نکرده نکنه گفتد او نظر داره معلوم است خداوند علیم حکیم است هیچی امرش به حکمت نیستن هیچی نهیش از ضرر از بیفایدگی نیستن این هم تقوا همیه امتثال اوامر اجتناب از نواهی و خداوند همه را هدایت کنه امر خدا را به جا بیارن از منهیات پرهیز کنه این همیه نصیحتی من میشه شما